1 2 3. یه تکنیک بی‌نظیر با تخم مرغ میخوام بهت یاد بدم که اگه حالت یهویی بد شد، احساس سنگینی کردی و افت انرژی پیدا کردی، با این تکنیک تخم مرغ بتونی این حال بدت رو تبدیل بکنی به یه حال خوب. که یه تخم مرغ رو برداری، آیت الکرسی و فلق و ناس رو بهش بخونی و 3 مرتبه برعکس عقربه های ساعت بالای سر خودت و یا عزیزانت که حالشون خوب نیستش برگردونی و میذاری داخل یه دونه نایلون فریزر و بیرون از خونتون این تخم مرغت رو دفن میکنی. خونتون جر و بحث و دعوا شد، یه تخم مرغ بردار توی گوشه های خونت بچرخون 3 مرتبه و آیت الکرسی و فلق و ناس رو هم بخون و بعد دوباره بیرون از خونتون دفنش کن. های قدیم حتی توی فرهنگ اسلامی هم تخم مرغ نماد زندگی و تولد هستش که از این تخم مرغ برای از بین بردن انرژی های منفی و پاکسازی میتونی استفاده بکنی. حتما این روش رو امتحان بکن و برامون از نتایج بی‌نظیرش بنویس و این ویدیو رو بفرست به اون عزیزت که دوست داری انرژی های منفی ازش دور بشه. میخوای یه تکنیک دیگه با تخم مرغ رو بهت آموزش بدم که دیگه چشم و نظر و انرژی منفی به هیچ عنوان توی زندگی تو تاثیر نداشته باشه؟ توی کامنت ها برام بنویس تخم مرغ اون روشی که خودم استفاده میکنم رو برای تو عزیزم بگم.